میزرانر، ایونتی که سایر یوتیوبرها ساختن مثل آروادور، علی ترکی و سایر یوتیوبرهای دیگه. و منم اومدم ایونت میزرانر تا ببینم درصد برنده شدن دارم یا نه. و خب بذار بگم ایونت چطوریه. ایونت اینطوریه که یه میزه که باید از اون میز فرار کنیم و یه سری یوتیوبرها هستن که اونا میان ما رو میکشن و بعد ازشون فرار کنیم و یه سری چست هست که اون چست رو باید باز کنیم و آیتم بگیریم و تلاش کنیم اون یوتیوبر رو بکشیم. خوبی بچه ها همتون رو میزنم ها لالالکی جربازه داره به یاد 1 برابر 1 ضعیف هستی. خب آقا فاینالی ایونت استارت شد. الان سریع باید برم دنبال چست بگردم و اینا و اصلا هم سمت هانترها یا همون یوتیوبرایی که میخوام بکشن منو نمیرم اصلا حاجی، وگرنه واقعا تو دردسر بدی میافتم. where are you؟ تا الان که فکر نکنم کسی مرده باشه. حاجی واردن چی میگه دیگه؟ و البته اینجا هم بگم که سرور یه باگی داشت و چستا باز نمیشد و تو ادامه به همون یه کیت دادن. اوکی کیتمون هم کلایم کنیم. کیت نسبتا خوبی حاجی دابلی. و اینجا با خودم گفتم که الان که کیت گرفتم برم یکم چست پیدا کنم چون آروادور چست رو میکند. و خب تصمیم گرفتم با پایچارت این کار رو انجام بدم. و خب خیلی گشتم ولی نتونستم چیزی پیدا کنم. حاجی شیت یه ایمپاسیبل پیدا کردم حاجی. و اینجا کردم گرفت و صداش کردم. نه کوی دقیقه جوابم بده. آقا آرتین فرار. سلام. نه اولی چطوری؟ وایسا کارت ندارم. وای و اینجا فکر کردم که دیگه میمیرم تا اینکه چست بابا چرا وانه میشه؟ چرا چستش وانه میشه؟ What the fuck is going on؟ ای خدا چرا چست وانه میشه؟ فرار کردم. اینجا فرار کردم ولی دیدم داره با دوستم فایت میده و گفتم که چرا تو ویوانش نکنیم و ممکنه بتونیم بکشیمش. تلاشمون رو میکنیم. حمله یه شیلد برامون نذاشتیم اول ولی وقتی بود. خب ما داشتیم میکشتیمش ولی خب اون زان داد و گفتیم دیگه دیسک نکنیم چون ممکنه بقیه تیم میتیشو بیاره. بابا این چست من پیدا کردم ولی کار نمیکنه، باز نمیشه و خب بازم اومد دنبالمون که بیاد ما رو بکشه. آقا آرتین بکشش بیا شیلی چیزی به ما هم میدادید. کمک بزنید. اینجا هم سری آدم های رندوم پیدا کردیم گفتیم بیا همه بریم آرتین رو بزنیم. با هم میتونیم چند نفری؟ فاک بی دنبالش فرار نکن. نه آرمورای خوبی داره همه چیش اوکی یه گوده. آرموراشو تقسیم میکنیم دیگه. چرا نمیره بالا؟ فرار نکن آجی خدایی نمون پیش ایمپاسیبل. بگردید میخواد پیش ایمپاسیبل های دیگه. و خب بازم ران داد و دیگه ما هم گفتیم شاید ایمپاسیبل های دیگه هم بیاره یا همون هانتر بیاره کد رو بیاره. هیچی آره با تیم تشکیل بدیم تقسیم. و خب بازم اومد. بزنید همگی بزنید فرار کن بزنید همش بودم رو من نباش من جونم کمه. بابا یا بچه هم بدید این پاسیبل دیگه. درست میبینم؟ نه بچه حمله کنید. فکر کنم این پاسیبل دیگه هم دارم میادم. هیچی برید آقا دام برید دارم میاد دنبالمون. شد بزنید هل مردم الا یو دارم
نمیدم عباس بیا کمک بیا کمک بیا کمک بزن بوستم کن. آیتمشو گرفتی؟ و خب ما کشتیمش ولی خب فهمیدیم که آیتم دراپ نمیشه و فکر کردیم که این ایلیمینیت شد ولی بازم اومد. دابلی آقا دابلی باید با هم بمونیم آجی. آره دابلی آقا ما میایم باشید ما میایم. چه حاجی آقا یکیش دوستان ما اینجا خف میشیم. آقا آرتینو کشتیم آقا به آرتینو نظرم کشتیم بریم خف کنیم. آقا آرتینو آقا کشتیم آرتینو. الان دوستان هیچ راه فراری وجود نداره، فقط باید قایم شین. نپرسین از کجا میدونم، فقط بریم. پشمام. و خب آروادو رو اینا کرمشون گرفت و وارده رو رویجه رو اینا اسپان کردن. کار میکنی که مردم رو دو تب کمک من حتی جلو خودم هم نمیتونستم ببینم و خب ما دوباره اینجا آقا آرتینو گیر آوردیم. نه دوست ندارم. بزنید فرار بابا فرار نمیرسی. یکی دیگر رو گیر آوردم. هیو واتساپ نه واتساپ! زیادی نمیشه اصلا وایسا. حداقل یه برنده شیل به ما نیست بدید. واقعیت. الان من میمیرم فکر کنم. وای میمیرم آجی. حقیقتا من چیش گوه بده؟ خوردم خدافظ. اومدی با هم توی یه جایی که من گوه خوردم. بچه ها بزنید بچه ها آره خب پس مجبورم بیارم پیش واردن هلپ می واردن میشه از اسپیر استفاده نکنی؟ اوه تونستم فرار کنم. هولی شت نو کمک وای و بالاخره بعد از درگیری شدید تونستم فرار کنم. بردیم فقط داره میاد. در رفتم نه فکر کنم نه. آره در رفتی. فکر نکنم. اگه میتونی فری کم میشه بچه آقا آرتین این وره بیاد بزنیدش. بومبست بله نترسید. بیاید کمک. و پس از فاکینگ درگیری شدید بالاخره فرار کردم. فرار کردم فاینالی. به این بدبختی این جاستش که ما نه آرمورام داره میشکنه. میشه باتل این چند تینگ بدی؟ وات the hell آجی. برو سمتش یکم و رفتم تیممو پیدا کنم چون گمشون کرده بودم تیم. برگردید تو کنم بهت برخوردم. آه خیلی زیاد خیلی زیاد شده ما الان باید دوستان حالا یکان پرمیوم ارزش کار نداره. ببین هیو من اینجام. حمله کنید حمله. نه نرید نرو نرم. واه سیاه من ویدیو اسکلتون. بعد از پرگیری شدید بالاخره به اینجا رسیدیم. ناشپل دارم. این کیه؟ چند تا ناشپل داری؟ فرار کنیم. چرا فرار کنیم؟ اینا رو از کجا گرفتی؟ اصلا چستا وا نمیشد. چسا رو آرمادا خودش اوپن میکنه. رو من تارگتت کمک هلپ می. فقط برو نرو برو ایش مرگ دیگه. و بریم پیش کل بقیه. تیمم مرد فقط خودمم. خوبه؟ همش رو بکن. حرف آخرم هم اینه که ساب کنید.